سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما به دلیل امتحانات یه تایم طولانی و تقریبا ویدیو نذاشتیم، اما به دلیل قولی که به شما داده بودم اومدیم با آموزش نسل ماد هیبرید برای پلنت زامبی که احتمال زیاد آخرین ویدیومون از پلنت زامبی باشه. خب میایم داخل گوگل، مثل همیشه سرچ میکنیم. اول چک کنیم زبان انگلیسی باشه، پلنت ورسز زامبیز هیبرید. این نسخه ای که ما میخوایم. هیبرید فیوژن هم اگه میخواید نصب کنید قبلا آموزشش توی پینل هست و میتونید برید اونو مشاهده کنید. خب البته لازم به ذکره که آموزش هم برای موبایل هم برای پی سی و بخش دومش برای موبایل. خب میایم داخل کلا بس. خب میایم داخل اینترنت هم ضعیف سایت اول. این داخل همین سایت اول به داخل فیوژن هم بهتون گفتم سعی کنید از این سایت دانلود کنید. خب میریم داخلش. این نسخه اندروید. نسخه اندروید حالا یه سری باگای خیلی بدتری داره. این برای پی سی، این دوتا برای پی سی هن که نسخه اول اصلا به زبان ژاپنی، نمیدونم زبان چینیه، ولی پایینی خب انگلیسی. اگه نسخه قدیمی تر هم میخواید باز بیاید سمت پایین تر، همشون هستن، هم نسخه قدیمی تر اندروید هم نسخه قدیمی تر پی. خب پایین تر هم اطلاعاتشو داره ما میده، یه چیزی. خب ما میزنیم روی دومی انگلیش. خب اینو کلوز میکنیم. دانلود شروع شد. حالا من باز طبق منبال به دلیل سرعت خوب اینترنت ایران از قبل نصبش کردم. اینو لغو میکنیم. خب حالا که شما تا اینجا آمدید وای میسید، یه زیاد هم طول نمیشه چون سنگین نیست، ولی مال موبایل مقدارش سنگین تر، زیاد سنگین نیست و سریع دانلود میشه. بعد میاد داخل دانلود اینهاش. حالا یک چیزی که من درباره دوتا نسخه فهمیدم اینه که بازی ها رو اگه حذف کنید و دوباره نصب کنید ریست نمیشه کلا. یعنی مراحلتون همون مراحل. نمیدونم چون من کلا اینیبلش هم در آوردم بعد حذف کردم، کلا هر کاری کردم نشد. باز برای هیبرید کمتر، ولی خب برای فیوژن چند باری نصب و حذفش کردیم اتفاق افتاد. خب به شما چندین تا فایل همینجور میده، سعی کنید بزنید داخل اکسترکت اور پک. سعی کنید این گزینه رو انتخاب کنید، اکسترکت فایلز. خب حالا گردید دنبال یکی از این سه تا. بعضی وقتا جابجا میشه، ولی خب همین لانچر رو باید استفاده کنید. بازم میگم آموزش رو نمیخواستم بذارم، میخواستم مستقیم برم سر ویدیوی بعدی، ولی خب چون به یکی از دوستان قول داده بودیم آموزش رو گذاشتیم. حالا یکی از بدیه بازی هم اینه که نمیدونم شاید تمام صفحه نمیشه. حالا یا به خاطر من چون روی تلویزیون کلا بازی میکنم، کم کنیم. کلا من چون روی کامپیوتر بازی میکنم، روی کامپیوتر روی تلویزیون شاید واسه من اینجوری. خب میریم داخل مرحله. گفتم بهتون هر کاری کنید کلا حذف میشه، ریستارت میشه مرحله‌تون. خب مرحله دوری مقداریشو میریم برای اینکه نشون بدیم سالم همه چیزا. خب حالا تفاوت اصلی نسخه فیوژن با هیبرید اینه که داخل نسخه هیبرید شما دیگه نمیتونید ترکیب کنید گیانو و یک سری ترکیب از قبل واسه شما مشخص شد. خب ما بازی رو شروع میکنیم. پنجره پشت ببندیم. اول کلا این مقداری بازی نسبت به فیوژن کمتر بهش رسیدن، هم کمتر بهش توجه شده، هم کمتر بهش خود سازنده رسیدن. اما در کل بازی خوش ساخته. The zombies are coming. شما شاید اگه نسخه خود بازی و همون نسخه اصلی، یعنی همون نسخه ژاپنی رو بریزید یا کوره‌شو نمیدونم، شاید اینا واسه آزاد نباشه، شاید فرق کنه. بریم سراغ موبایل. خب ما فایل موبایل رو دانلود کردیم باز از قبل، ولی خب باز
نشون میدم کامل، خاطر اینکه دیگه حرفی نمونه. خب میریم داخل گوگل، باز همون متن رو سرچ می‌کنیم، پرندرس زامبی هیبرید. سایت اول رو میریم. خب اینجا اولیش دانلود پرندرس زامبی هیبرید اندروید، نسخهش هم یکیه دیگه، فرقی نداره. یه مقداری سنگین تر نسبت به هیبرید روی کامپیوتر، ولی خب به نظر من که اصلا کلا سمتش هم نرید. اگه میخواید روی موبایل بازی کنید فیوژن بهترین گزینه است واسه شما، چون واقعا بازی بد ساخته. بیشوخی اصلا روی موبایل بدترین گیم روی موبایل واقعا میتونه به جزو 5 تاش، نه به خاطر گیم پلش، به خاطر اینه که اصلا برای موبایل طراحی نشده، یعنی طراحی برای موبایل نبوده و واقعا چرتش کردن. خب حالا اینجا نکته ای که باید رعایت کنید، اینجا خب به دلیل اینکه ما اندروید داریم که البته کلا آیفون نمیدونم چجوری، خب اندروید گیر میده به خاطر سپر ایمنی همین گوگل پلی. خب میریم روی اینجا روی تنظیمات سپر ایمنی پلی. خب اینجا باید خاموش کنیم، کلا باید برنامه رو خاموش کردن انجام بدیم. اینجا اثر انگشت رو باید بزنید یا هم رمزی که قبلا گذاشتید. خب اینو میبندیم، باز میریم داخل گوگل، کارگیری ها دوباره سعی میکنیم نصب شه. خب میگم بازی حالا نصب شد، بهتون میگم چه مشکل اصلی داره. حتما اگه پیشنهادی هم دارید برای گیم پلی بعدی یا آموزش بعدی، برام داخل کامنت ها بنویسید، چون هنوز مشخص نیست چه بازی میخوام آموزششو بذارم. خب بازی بالاخره نصب شد، من حواسم نبود یه بار دیگه گزینه اومده بود که سپری منیو وصل کردم، واسم یه چند دقیقه معطل شدم. خب بازی نصب شد واسه ما، میایم داخل بازی. خب اینجا خودتون میفهمید که چرا انقدر بازی میگم مزخرف طراحی شد واسه ما. بازم میگم روی پی سی به شدت بازی خوبیه، یعنی هیچ مشکلی نداره، ولی روی موبایل مقداری اذیت میکنه. ولی خب فیوژن این باگا نداره دیگه، فیوژن هم بدیه خودشو داره، ولی خب بهتر. کلا اینجور بازیه که مثلا از روی موبایل مثلا سازنده ماد، که البته دیگه نمیشه به اینا گفت سازنده ماد، چون ماد یک حساب نمیشه، دو خودش برنامه جداگونه است. خب اینا وقت کمتری، هم بودجه اون سازنده ماد کمتره، اون هم یه عواملی داره، یه هزینه‌ای داره، بودجهش کمتر دیگه، کمتر روی نسخه موبایل سرمایه گذاری میکنه. برای همین مقداری بد کلا شروع میشه، مثلا خیلی معطلی داره. مثلا الان یه تایمی باز بعد کات بزنم از این بازی، تقریبا بعد 5 دقیقه به این مرحله تازه، 5 دقیقه ندی، 5 دقیقه دروغ، بعد 2 دقیقه. با این گزینه هم کاری نداشتشون، تنظیمات چیزو مشخص میکنه بیشتر، تنظیمات موس و تنظیمات باشون کاری نداشت، اوکی خود. باز این یه تیکش خیلی طول میشه، باز بعد گذشت اولوش چندین ساعت واقعا خستم میکرد، چندین ساعت نه دیگه، که 10-15 دقیقه بالاخره بازی اومد بالا و واقعا اصلا نمیدونم چه اومد بالا. ولی شما سعی کنید اون جایی که میخواید گزینه رو انتخاب کنید گزینه چپ رو انتخاب کنید. خب بازی هم که میبینید اجرا میشه، واقعا هم حوصله ندارم دیگه بازیش کنم، واسه هم دیگه گیم پلیشو نمیگیم، چون یک گیم پلیش به شدت خسته کننده است، یعنی جوری که شما مثلا طول میکشه یه دونه گیاهو بکارید خستتون میکنه. و حتی گفتن چندین متن ساده هم به شدت سخته. اشتباه شد که همین شخص میگه. حالا الان تازه اومد، من خب قبلا هم یه بار دیگه گفتم گیم پلی گرفتم کی بوده و بازی اجرا شدن اجرا میشه، ولی اینکه واقعا آیا اجرا شدن میارزه که مثلا انقدر وقت بذارید، اون تصمیمش با خودتونه. منم واقعا دیگه حوصله ندارم ادامه. ممنون میشم اگه با لایک و کامنت از من حمایت کنید و
سابسکرایب کنید که اگه ویدیو جدیدی، آموزش جدید گذاشتیم مطلع بشید. و بازم تشکر میکنم از شما که اومدید تو ویدیو من رو تماشا کردید. ممنون. تا ویدیو بعدی، بدرود. میبینمتون.